امسال در سنت پترزبورگ تعداد مهاجران 60% کم شده است. با این وجود به گفته ایگور پاتاپینکا معاون والی این منطقه روسیه درآمد از پتنت افزایش می‌یابد. او در صحبت با یک تلویزیون محلی این را نتیجه از اقتصاد غیر رسمی بیرون کردن کارفرمایان مهاجران دانست. ببینید، من گفتم که شماره عمومی مهاجران تا 60% کاهش یافته است و پرداخت‌ها از پتنت زیاد شدند، یعنی از 6 میلیارد تا به 9 میلیارد روبل رسیده. پاتاپینکا تاکید کرد که حالا در پایتخت شمالی روسیه حدود 210,000 خارجی به سر میبرند. مقامات تلاش دارند که خود کارفرما مهاجران صاحب اختصاص را پیدا کرده به سنت پترزبورگ بیارند، مسئولیت آنها را به دوش گرفته رعایت قانون و قاعده ها را از جانب مهاجران نظارت کنند. علاوه بر این مقامات قرار را تهیه دارند که طبق آن مهاجر میتواند تنها از روی اختصاصی که برای آن پتنت گرفته است کار کند. در همین حال در منطقه‌های گوناگون روسیه ریدها بر ضد مهاجران ادامه دارد. به اطلاع MVD مدیا نیروهای امنیتی در ولایت کمیرو در پی رید وسیع مقیاس 5 روزه حدود 500 مورد نقض قانون مهاجرت را آشکار کردند. پلیس گفت ریدها در تمام ولایت صورت گرفته. نیروهای امنیتی حجت 2000 مهاجر را تفتیش کردند. در نوکوزنیتسک ماموران انتظامی از ساختمان 12 مهاجر بی‌حجت را پیدا نمودند. نوزیران در بیلوف اتوبوسی را که یک مهاجر بدون اجازتنامه کار اداره میکرد بازداشتند. در میان مسافران نیز مهاجران بی‌سند بودند. در رابطه با تشکیل مهاجرت غیر قانونی 11 پرونده جنایی باز شده است. درباره اخراج مأموری 20 شهروند خارجی از روسیه قرار قبول گردید. به 22 شهروند خارجی ورود به روسیه را منع کردند. در ریدی که در اریخوازویو در نزدیکی مسکو انجام شد، پلیس در یک کارگاه دوزندگی 12 مهاجر غیر قانونی را پیدا کرده است. دادگاه تصمیم گرفت که بازداشت شده ها را 5000 روبل جریمه و از روسیه اخراج کند. پلیس همچنین تشکیل کننده مهاجرت غیر قانونی شهروند 38 ساله یکی از کشورهای آسیای جنوب و شرقی را معین کرد. نسبت به این زن پرونده جنایی باز شده است. نیروهای امنیتی روسیه در قسمت اشغال شده ولایت خرسون اوکراین حدود 100 مهاجر غیر قانونی را آشکار کردند. در مجموع پلیس همراه کارمندان خدمات امنیتی و گارد ملی روسیه اسناد 150 نفر را تفتیش کردند که اکثریت قانون شکن بودند. همه آنها 5000 روبل جریمه شدند. در جریان ریدها نیروهای امنیتی به مهاجران یادآوری کردند که تا 30 اپریل امسال وضع حقوقی خود را در روسیه تنظیم کنند. مهاجران تاجیک هم میگویند در یک سال گذشته با زیاد شدن تفتیش‌ها و بازداشت و اخراج‌ها وضعشان بدتر شده است. هفته پیش دیدبان حقوق بشر در تحقیقات نوشت گفت که پس از حمله به تالار کنسرتی کراکوس مهاجران از آسیای مرکزی در روسیه پیوسته تعقیب و آزار و اذیت می‌شوند. این سازمان معتبر حامی حقوق انسان از حکومت روسیه خواست هر گونه ظهورات مهاجرستیزی را محکوم کند و نگذارد که حق و حقوق مهاجران زیر پا شود.